اینجا سوال دادن که انا دردی وسواس داریم. دردی وسواس داریم. دردی وسواس برادر عزیز میدونین که دردی وسواس یک دردی است که خلاص یک آدم دویم همین فکر میکنه که مثال همین لباسش بی نمازه یا وقتی در این نماز میداره فکر میکند که طهارت نداره یا اینکه دویم حس میکنه که همین یک بوی بد از تنم بیرون میشود یا در نمازه که فکر میکنه که پیشابش ریخت. خلاص اینها را دردهای وسواس میگن. برادرای عزیز و خواهرای خیلی مهربان، هرگاهی که ما در همین درد مبتلا میشیم شما یک چیز فراموش نکنید که شیطان بسیار دشمن قوی است. شیطان بسیار دشمن قوی است. این هیچگاه ما را ترکم نمیکند، زیرا این در پیش خداوند عهد گرفت، پیمان گرفت که مهلتش داد الله مهربان تا روزی که فرزند آدم، تا روزی که قیامت هست، این شیطان مردود ملعون عهد گرفت که من که از پشت فرزند آدم از درگاه تو، از نزد تو که رانده شدم، من اینها را مقصد اغوا می اندازم. ببین بعضی کارهای زیشت و بعضی بگیم نافرمانی ها را در نزد چشماشون جلوه میتونم. اینها را مقصد من وسواس میکنم. این همی وسواس هایی که هست همه از طرف شیطانه، یعنی از طرف جینه. برای همین خواهرها برادر عزیز، وقتی که همین درد شما در خودتون احساس کردین، شما فقط با اراده هاتون شما دائم پای به طهارت گشتن. ولی ببینید شما میتونید که هر گاهی که همین وسواس در دلت آمد خیز برای طهارت کن، یا قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس در دستت بخوان، در تمام بدنت بمان. ببینید یا اینکه ذکرهای سحر بیگاه حتما بکنید، همین ها را دسترس کنید. در کتابخانه ها هست، بیاورین ذکرهای سحر بیگاه، نیم ساعت ای سحر، نیم ساعت ای بیگاه، زور وقت بگیره، نیم ساعت میگیره. همین ها را بکنیم برادران. این معالجه همین دردهای بگیم همین جنوره همینه. و همچنان پای به طهارت گشتن و قرآن خواندن. بعد در گوش هاتون شکر در همی تلفن ها هم از همون بگیم مارکت هایی که مگزین هایی که هست در همی اینترنت ها شما رقیه مقصد بنویسین، حافظای قرآن های بسیار مشهور در همونجا بیرون می شود. یک تکش انتخاب کنین، همون مقصد در داخل تلفناتون گذارین، با طریق همون نوشنیکا که در گوش میگذارن دائم گوش کنین. انشاءالله این را همین معالجهش خواهرها و برادرها عزیز همینه. حتی در جاگاه خوابتم که خواب کردی گوش دمان خواب کن، یکون گناهی نداره. همین دور کردن وسواس علاجش همینه. سوال دیگر، سنت هایی که در مسافرت هست حکمش چیست؟ سنت ها ما برادران عزیز سنت های مؤکده داریم، یعنی همین 5 وقت سنت هایی که از سحر تا بیگاه ما و شما میخوانیم، یعنی 2 رکعت سحر، 6 رکعت در پیشین، 2 رکعت در شام،
باز 2 رکعت دیگر در نماز عشا خفتن. اینها سنت های تأکیدی هستند. با ترک این اگر به عذر آدم اینها را ترک کند هر آینه گناهگار میشیم. ولی در سفر وقتی میبراییم برادران عزیز و گرامی حکم سنتش باقی میمانه، فقط تأکیدیش از بین میروه. یعنی در سفرم ما برادران عزیز و گرامی از دایره مذهبمان طریق ادا کردن سنتی در سفر اگر به شرطی که متعجلی باشیم، یعنی در بگیم راه اگر در حرکت باشیم، مقصد سفرمون سفری هست که باید جای ایست نکنیم، اینجا در ما میتونیم که همون فرض شخوانیم سنت شا ترک کنیم. لیکن اگر به شرطی که وقتی ما شرایطمان، امکانیتمان، وقتکامان همش اگر موافق باشد، هیچ تعجیلی نداشته باشیم، این حالت در گفته استرم حکم سنتش باقی میماند و تأکیدیش از بین میرود. برای همین اگر خانمش انشاءالله پاداش میگیریم و اجر میگیریم. ولی اگر کسی هم که ترکش کرد و ترکش هم او را ما حق ملامت و حق سرزنیش هم نداریم. ولی اگر خانین برادران عزیز انشاءالله ثواب میگیرین، پاداش میگیرین. البته هر یک عبادت، هر یک رکعت روز قیامت برای ما و شما بسیار مهمه. ولی در بعضی از قصه ها میخونیم میگه وزن 1 دانه برنج در روز قیامت ترازوی اعمال در میگه بدیهات هم میمانند و کارهای ثواب هم میمانند. میگه در ترازو همون برای آنه که تو نجات بیابی و طرفی همون پله ترازوی اعمال نیکت برای وزنین شدن، وزن میگه 1 دانه برنج در کاره. میگه اجازت میتم برای میگه پیش پدرت میره، پیش برادرت میره، برای از کسی میخوای وزن هم 1 دانه برنج از ثواب برای تو بتد، تو مقصد تمام انشاءالله پیش خداوند عذاب نمیبینی. وقتی میگه بنده میاد پیش نزدیکترین آدماش میاد، پیش رفیقاش میاد، پیش فرزنداش میاد، اینا چی میگن؟ میگن یکی مبادای خود موندم، همون مقدار وزنیه برنج در کار نشد که نیابیم. بعد ما از کی میگیریم؟ حتی همون با وزن 1 دانه برنج هم ثواب کسی را نمیتد. همه فقط در همون یاد و هوش جان خودشانه که مقصد ما از نزد الله نجات بیابیم. برای همین اگر این نمازهای را که ما اگر سنتهای را که در سفر هم که باشد خوانیم، فکر کنیم که انشاءالله شاید همون وزن هم 1 دانه برنج هم از همین جانب شود و همون روز ما و شما را دستگیر شود. انا این است برادر عزیز شرط مسئله حکم سنت در سفر، انا همین است برادر عزیز و گرامی. برای همین خواندنش برای آدمی که وقت کامان زیاد باشه، امکانیت کامان ناز باشه، هیچی باقی نداره. خوانینش ثواب میگیریم برادر عزیز. زیرا پیامبر نازنینمون در سفر مقصد سنت چه خواندگی اناختیم. برای همین این پیروی از پیامبر نازنین میشه.